سلام، به قسمت جدید برنامه فیلمنامه خوش اومدین. قسمت امشب رو اختصاص دادم به فیلم گرین بوک سال 2018 و با بازیگران شامل ماهرشالا علی، دیگو مورتنسن، لیندا کاردلینی و کارگردانش هم پیتر فارلی بوده. این فیلم جایزه اسکار، گلدن گلوب و بفتا رو دریافت کرده و کمپانی یونیورسال، پارتیسیپن مدیا، دریم ورکس این رو ارائه دادن. داستان فیلم برمیگرده به سال 1962 که یک باری توی نیویورک به خاطر دعوا و درگیری بین مهمونا بسته میشه. حالا اون درگیری سر چی بوده؟ یکی از مهمونا کلاهش رو که تحویل خدمه داده بوده دیگه پیداش نمیکنه و فکر میکنه که کسی دیگه اون کلاه رو برداشته و دعوا و درگیری بالا میگیره و اونا مجبور میشن که بار رو تعطیل کنن. و آخر شب یکی از خدمه که راننده مدیر بار بوده، رئیسش رو که میرسونه به خونشون، میره پیش همون صاحب کلاه و کلاه بهش میده، میگه من کلاه رو پیدا کردم و این مبلغ رو به عنوان مژدگونی ازش میگیره. اون شخص تونی والالونگا بوده که بهش میگفتن تونی لیپ، یک فرد ایتالیایی که از مهاجرای ایتالیا بوده به نیویورک و توی محله برانکس با خانواده‌اش زندگی میکرده، یعنی یک محله تقریبا پایین شهری فقیرنشین. حالا این تونی خودشون کلاهو در اصل برداشته بوده، یعنی یه پولی داده بوده با اون خدمه‌ای که لباسا رو تحویل میگرفته، کلاه ازش گرفته و منتظر بوده که همچین دعوایی اتفاق بیفته و بعدم بره بگه من کلاهو پیدا کردم. یه روش خیلی کثیفیه برای پول در آوردن، ولی تونی کارش همینجور چیزا بوده. خلاصه اینکه تونی از کار بیکار میشه و یه مدت داشته همجوری تو مراکز کاریابی اینا درخواست شغل میداده و رانندگیش هم خیلی خوب بوده. البته از اینه بوده که هر کاری رو یاد میگرفته و خانواده ایتالیاییش خیلی نژاد پرست بودن، غیر از همسرش دیزی بقیهشون خیلی نژاد پرست بودن، به این صورت که اگه مثلا 2 کارگر سیاه پوست وارد خونه اینا میشدن و تعمیرات انجام میدادن، حالا 2 لیوانم شربت میخوردن میرفتن بیرون، اینا اون 2 لیوانو مینداختن سطل آشغال و به زبون ایتالیایی به هم دیگه میگفتن که این گونیای زغال واسه چی راه میدین بیان تو خونه زندگیتون؟ اینا اصلا آدم نیستن، برای چی میذارین اینا بیان کاراتون رو انجام بدن؟ در این حد خانواده نژاد پرستی داشته و خودش هم نژاد پرست بوده. و خب گفتم دیزی که میشده همسر تونی اصلا نژاد پرست نبوده و وقتی که دیده لیوانا رو انداختن تو سطل آشغال، اون 2 لیوان رو برداشت، شست و گذاشت کنار. و خب توی مدت تونی همچنان دنبال شغل میگشت، مثلا رفت سراغ شرط بندی هایی که هر کی بیشتر هات داگ بخوره $50 برنده میشه. با یه مرد چاق مسابقه رو گذاشت و خب تونی برنده شد و $50 داد به همسرش که نگه داره. ولی دید که اصلا این شغل مناسبی نیست، نمیتونه هر روز 50 تا هات داگ با سرعت زیاد بخوره، اصلا رو اینجور شغلا نمیشه حساب کرد. همینجوری همچنان دنبال شغل میگشت تا اینکه از مرکز کاریابی زنگ میزنن، میگن که یک دکتر نیاز به یک راننده داره، تو هم میتونی بیای فرم پر کنی. و میره به اون دفتری که اون دکتر داشته. خب طرف دکترای موسیقی بوده، برای همون نمیگن مطب. میره به دفترش و میبینه که جای خیلی شیک و با کلاس و لاکچریه تو بالا شهر نیویورک و خب چند نفر دیگه هم نشسته بودن که فرم پر کنن. تونی هم مثل بقیه فرم پر میکنه و منتظر میشه. نوبتش که میشه وارد اتاق میشه، میبینه که اتاق خیلی بزرگ و دلبازه، پر از وسایل و اشیاء قیمتیه. بعد دکتر شرلی وارد میشه، دونالد شرلی، و بهش میگفتن دان شرلی، یک دکتر موزیسین. بعد خب اون یک سیاه پوست بوده و وقتی که وارد میشه میگه آقای والالونگا، من خیلی عذر میخوام که شما منتظر موندین و اینا، لطفا بفرمایید بشینین. بعد میشینم و دکتر میگه که من یک راننده احتیاج دارم برای تور کنسرت هایی که توی جنوب آمریکا قراره برگزار کنم. خب شما لطفاً از رزومتون برای من بگین. و تونی میگه که آره من توی بار کار کردم، راننده بودم، راننده ماشین زباله، راننده کامیون و خیلی به این شغل آشنایی دارم. و اینکه من از الکی میگه که من با سیاه‌پوستایش مشکلی ندارم و میگه که من متأهلم و 2 بچه دارم و توی برانکس هم زندگی میکنم. بعد دکتر میگه که میدونی این شغل اصلا مناسب یک فرد متأهل نیست، به خاطر اینکه حداقل 2 ماه زمان میبره، حتی ممکنه که تا کریسمس هم نتونیم برگردیم و نمیتونی پیش خانوادت باشی. و اینکه من فقط یک راننده که نمیخوام، من حتی نیاز به یک ملازم دارم. مثلا تو باید بتونی لباسامو برام از خشکشویی بگیری، کفشامو واکس بزنی، اگه چیزی میخوام برام تهیه کنی، بری قراردادم مثلا طبق قرارداد ببینی پیانویی که میخواستم برام آماده کردن یا نه، و جای خواب و خورد و خوراک و هزینه‌هات اینها با منه و هفته $100 هم میگیری. بعد
تونی میگه که شرمنده، من نمیتونم این کارو قبول کنم، من فقط میتونم رانندگی کنم، نه اینکه بیام ملازم شما باشم. و پا میشه از اونجا میره. تونی که حسابی بی پول شده بود میره ساعتش رو توی یک مغازه گرو میذاره و $50 میگیره و صاحب مغازه بهش میگه که موقع سال تحویل باید $60 بیاری تا ساعت تو بهت پس بدم. بعد اون $50 رو میبره خونه میده به دیزی و بعد دیزی میگه خب شغلت چی شد؟ و اون میگه که من با این دکتر شرلی به توافق نرسیدم به خاطر اینکه اون یک سیاه پوسته و از من کارهای بیشتر از رانندگی میخواد. ولی خب پول خوبی میده، گفته بود هفته $100 که البته من توی فرمم نوشتم هفته حداقل $125 میخوام. ولی خب به نتیجه نرسیدیم. داشتن استراحت میکردن که روز بعدش دکتر زنگ میزنه و به تونی میگه که من میخوام با همسرت صحبت کنم و تونی گوشیو میده به دیزی و اونا که هم صحبت میکنن. صحبتشون که تموم میشه خدافظی میکنن. بعد تونی میگه که خب دکتر چی کارت داشت؟ بعد دیزی میگه که هیچ، ازم اجازه گرفت که تو رو 2 ماه بهش قرض بدم، با اون مبلغی که گفتی موافقت کرده و کارتو کمتر کرده، اگه بشه که بری سر کار. و تونی هم که خیلی خوشحال میشه میگه که آره من مطمئنم از پسش برمیام، تو اجازه میدی که من برم؟ چون حتی ممکنه تا سال تحویلم نتونم برگردم ولی حقوق خیلی خوبی میگیرم و به این پول میدونی احتیاج داری. و دیزی میگه باش اشکال ندارم، من میذارم که بری. فرداش که میره دفتر نصف حقوق رو توی پاکت بهش میدن به همراه کتاب سبز و کلید یک ماشین که دستش باشه که به بقیه اعضای گروه هم از همون ماشین داده بودن. هم میگن که بقیه حقوقت هم آخر سفر بهت میدیم. بعدشون میره خونه تا از خانواده‌اش خدافظی کنه. دیزی بهش ساندویچ میده و براش آرزوی موفقیت میکنه. نصف حقوق رو میده به دیزی، میگه اینو نگه دار تا بقیه‌اش رو آخر سفر باز بهت بدم. بعد دیزی بهش میگه که یا تا کریسمس برمیگردی یا اصلا بر نمیگردی. بعد میگه که ببینین کتاب سبز و برنامه و نقشه راه ها رو گرفتن و اونا میگن کتاب سبز دیگه چیه؟ بعد میگه کتاب سبز راهنمای سفر سیاه‌پوستا توی آمریکا، همه جاهایی که سیاه‌پوستا اجازه دارن حضور داشته باشن، اجازه دارن اونجا غذا بخورن، استراحت کنن. اونجوری که بهم گفتن ما یه وقتایی خب میتونیم تو هتل بمونیم، یه وقتایی باید بریم تو مسافرخونه، تو اتاقک، بعضی جاها میتونیم بریم، بعضی جاها نمیتونیم بریم، فقط به خاطر اینکه اون دکتر یک سیاه‌پوسته. از خانواده‌اش خداحافظی میکنه و میره دفتر دکتر شرلی و 2 موزیسیانی که عضو گروه دکتر بودن رو میبینه. اولگ یک نوازنده آلمانی که ویولون میزده و جورج هم بیس میزده. باشون سلام احوال پرسی میکنه. بعد دکتر میاد چمدوناشو میذاره و میره میشینه توی ماشین. بعد پیش خدمت و تونی به هم دیگه نگاه میکردن. تونی اصلا دست به وسایل دکتر نمیزنه و پیش خدمت خودش اون وسایل رو میذاره توی صندوق عقب ماشین. بعدش میره میشینه رانندگی میکنه، راه میافتن و تونی توی راه همش داشته غذا میخورده، یا سیگار میکشیده یا غذا میخورده یا صدا موسیقی رو زیاد میکرده یا خیلی پرحرفی میکرده و دکتر میگه که مثلا نمیتونم نفس بکشم، لطفا اون سیگارتو خاموش کن. بعد اون سیگار رو خاموش میکنه. بعدم موقع حرف زدن هی برمیگشته عقب با دکتر صحبت کنه. بعد دکتر میگه تو به جاده باید نگاه کنی، دستاتو بذار رو فرمون، چرا یه دستی داری رانندگی میکنی؟ میگم خیلی تونی آدم مبادی آدابی نبوده. بعد اون نوازنده هایی که توی ماشین دیگه بودن از کنار دکتر رد میشن و به آلمانی به دکتر میگن که ما میرسیم اونجا و دکتر میگه که بریم میز برای شام رزرو کنیم، بعد از شام تمرین میکنیم. بعدش اونا رد میشن میرن و دکتر به تونی میگه که وقتی رفتیم میخوام بری پیانو رو چک کنی ببینی طبق قراردادم پیانوی استاینوی هست یا نه، اگه نبود بهش میگو که باید حتما پیانو استاینوی بذارم وگرنه من کار نمیکنم. دکتر پیانیست گروه بوده. تونی به دکتر میگه که من یکم آلمانی متوجه شدم، زبون آلمانی رو یکم میفهمم و میگه که به نظر من اصلا به این نوازنده اعتماد نکن، همه آلمانی‌ها به نظر من خائنن، ای کاش جان اف کندی همشون رو بمبارون میکرد. بعد دکتر بهش میگه تو چرا یکم ساکت نمیشی، یکم رانندگی نمیکنی؟ بعد تونی دوباره شروع میکنه به حرف زدن، میگه آره همسرم هم همیشه همینو میگه چرا یکم سکوت و امتحان نمیکنی؟ بعد همینجوری پرحرفی میکرد و بعد ساندویچی که برای دکتر بوده هم میخوره دیگه، انقدر همش داشته یا غذا میخورده یا حرف میزده. بعدش میرسن به یک رستوران بین راهی و وقتی داشتن غذا میخوردن همش از مزه غذا انتقاد میکرده و دکتر میگه که ای کاش تو منتقد غذا میشدی.
و تونی میگه که راستی من یکی از صفحات تو رو خریدم و گوش کردم، خیلی عالی نواخته بودی. و دکتر میگه چه عالی، کدوم صفحه؟ میگه که همونی که چند تا بچه یتیم دور آتیش نشسته بودن، اسمش اورفنز بود فکر میکنم. بعد دکتر میگه که اون اورفیاز بوده در عالم اموات، بر اساس یک اپرای فرانسویه و اون بچه هایی که تو میگی شیطان بودن، اونم آتیش شیطان پرستا بوده. بعد تونی میگه که آها پس حتما اونا بچه های خیلی شری بودن. میرسن به پیتسبرگ توی ایالت پنسیلوانیا و اونجا داشتن استراحت میکردن. تونی از بالکن اتاقش میبینه که جورج و اولگ، اون دوتا نوازنده دیگه، دارن با دوتا خانم صحبت میکنن، بگو بخم میکنن، اما دکتر توی بالکن اتاقش تنها نشسته و داره مشروب میخوره و یه حالت خیلی غمگین متفکرانه‌ای داره. روز بعدش که میخواستن راه بیافتن سمت محل برگزاری کنسرت، دکتر به تونی یه مقدار پول میگه اینو توی سفر داشته باش، اگه چیزی لازم داشتی بخر، فقط حتما رسیدش رو نگه دار و اگه دیدی داره پول کم میشه به من بگو تا دوباره بهت پول بدم. و میگه که ببین این جاهایی که داریم میریم و آدمایی که میبینیم خیلی سطح بالا و تحصیل کرده هستن و تو هم اجازه داری بیای داخل توی جمعشون حضور داشته باشی. پس به نظر من بهتره که یه مقدار از کلمات مؤدبانه تر و محترمانه تری استفاده کنی و فحش دادنت خودش باز یه بحث دیگه است. بعد تونی میگه خب چرا گیر دادی به من اصلا؟ بعد دکتر میگه به خاطر اینکه توانایی های تو خیلی بیشتر از این حرف است و اینکه فامیلیت یک مقداری سخته، فامیلی ولالونگا یکم سخته، اما اجازه بده بهت بگیم تونی ولی چقدر شیک و کوتاهه. بعد تونی عصبانی میشه، میگه این آدمای شیک و تحصیل کرده ای که میگی باید بتونن قاعدتا ولالونگا رو تلفظ کنن، اگه نمیتونن میتونن به من بگن تونی لیب، اگه همینم نمیتونن خب من تو جمعشون نمیام، نمیخوام چه آدمایی رو ببینم. اون شب تونی مثل بقیه راننده ها و نگهبانا بیرون وامیسته و سیگار میکشید و مشروب میخورده و دکتر داخل پشت پیانو نشسته بوده که اونو به عنوان یک هنرمند آمریکایی معرفی میکنن که موفق شده توی 3 سالگی اولین اجرای عمومیش رو انجام بده و توی 18 سالگی به دعوت آرتور فیدلر موفق شده با گروه بوستون پاپس تور کنسرت بذاره و اینکه توی رشته‌های روانشناسی، موسیقی و هنرهای آیینی مدرک دکترا داره و 2 بار هم به صورت افتخاری توی کاخ سفید برنامه اجرا کرده. همه تشویقش میکنن و دکتر شروع میکنه به نواختن. اجرا که تموم میشه دکتر میاد بیرون و میبینه که تونی داره با بقیه شرط بندی میکنه و تاس میریزه و اینجوری دعوا و جیغ و داد میکنن. بعد دکتر میگه که من داشتم دنبالت میگشتم و تونی میگه که آره من داشتم اینجا شرط بندی میکردم، برنده شدم، نگاه کن. بعد دکتر میگه که خب اگه ببازی چیه؟ بعد اون میگه ببین من هیچ وقت نمیبازم. بعد دکتر میگه پس این که خم بشی روی زمین تاس بریزی و بقیه دعوا و جر و بحث کنی که یک مقدار کمی پول برنده بشی این خوشحالت میکنه؟ خب اگه پول میخواستی من بهت میدادم. بعد اون میگه نه ببین این پول برنده بشم برام شیرین تره تا اینکه تو بخوای بهم پول بدی. داشتم چرا اینقدر به من گیر دادی؟ بقیه هم داشتن همین کارو بیرون میکردن. بعد دکتر بهش میگه بقیه حق اینو نداشتن که بیان داخل به موسیقی گوش بدن، ولی تو میتونستی بیای داخل. فرداش میرن اوهایو و تونی توی اتاقش داشته واسه دیزی نامه مینوشته که البته نامش خیلی ساده و پر از غلط املایی بوده. میگفته که دکتر خیلی یک نابغه موسیقیه، خیلی آدم فکر و صبور و متینیه، هر سری میبینمش انگار از یک موضوع ناراحت و اینجوری همینجوری مینوشته. بعد وقتی هم که تو راه رانندگی میکردن مدام برمیگشته با دکتر صحبت میکرده و دکتر هم فقط میگفته که چشات به جاده باشه، تو چرا برمیگردی؟ بعد تونی میگفته که ریچارد فرانکلین، سم کوک اینا هم نوازنده های خوبی هن، چجوری نمیشناسیشون؟ همینجوری موسیقیاشون تو رادیو داره پخش میشه. همینجوری صحبت میکردن تا اینکه میرسن به یه فروشگاه بین راهی که سوغاتی و اینجور چیزا داشته. بعد تونی پیاده میشه که بره سیگار بخره، میبینه که یه سنگ تزئینی افتاده که مال فروشگاه بوده ولی خب افتاده رو زمین. بعد این برمی‌داره میذاره تو جیبش و بعد خیلی طبیعی میره که سیگار بخره. ولی اولگ اون نوازنده آلمانیه که تو گروه بوده این صحنه رو میبینه و میره به دکتر گزارش میده، میگه من دیدم این ورداش گذاشت تو جیبش، حواست باشه همچین آدم. بعد وقتی که تونی میاد بشینه دکتر میگه که لطفاً اون چیزی رو که برداشتی برو پس بده یا اگه میخوای برو پولش رو پرداخت کن. بعد تونی میگه که مثلا همچین کاری نکردم، کی بهت گفته؟ حتما اون آلمانیه گفته. نه دیدی گفتم اون خائن اون زیراب میزنه.
بعد دکتر میگه که لطفاً برو پسش بده و یا برو بابتش پول بده. بعد تونی میگه من سنگی که از روی زمین ورداشتم و متعلق به هیچ جا نیست نمیرم بابتش پول بدم، اونو پیدا کردم، اینجوری برام شیرین تره که نگهش دارم. بعد دکتر میگه که برو پسش بده یا اگه میخوای من برات بخرمش، برو پس بده، مطمئنم حالت بهتر میشه. بعد تونی هم با عصبانیت میره اونو پس میده، میاد میشینه تو ماشین. بعد دکتر میگه کار خیلی خوبی کردی، دیدی گفتم حالت بهتر میشه. بعد تونی میگه نه حالم بهتر نشد، همین مزهش به این بود که بردارم مال خودم باشه. برام میافتم برم. میرسم به ایالت ایندیانا. تونی اولین کاری که میکنه میره پیانو رو چک میکنه، میبینه که پیانوی استاینوی نیست و میگه که لطفاً پیانو رو عوض کنین وگرنه دکتر طبق قراردادش اجرا نمیکنه. بعد اونا میگن که اصلا ما همچین پیانویی نداریم و اینا، حالا دکتر با هر چی بدین اجرا میکنه دیگه، اون که یه سیاه‌پوست بیشتر نیست. بعد تونی میگه یا پیانو رو عوض میکنین یا دکتر از اینجا میره و دعوا و درگیری بالا میگیره، اونا مجبور میشن که پیانو رو عوض کنن. بعد که اجرا باز از اونجا تموم میشه شروع میکنه به نامه نوشتن واسه همسرش. بعد میگه که این کشور خیلی جاهای قشنگی داره، ما خیلی جاهای شیکی تا حالا رفتیم اجرا کردیم، غذاهای خیلی خوبی خوردیم و اینا. دکتر همیشه ناراحته، بعضی وقتا خیلی مشروب میخوره، بعضی وقتا خیلی غمگین و فکر میکنه و اینا. همینجوری اینا رو تو نامش نوشته بوده. تو راه ایالت کنتاکی بودن که تونی کنجکاویش گل میکنه و از دکتر میپرسه که تو خانواده‌ای هم داری و دکتر میگه که نه، نفرین موسیقیدان بودن اینه که من باید مثل یک مجرم فراری یا مثل یک کارگر کارناوال همش توی جاده و در حال سفر باشم. من قبلا همسر داشتم ولی همسرم ازم طلاق گرفت و یک دونه برادرم دارم که سالهاست ازش بیخبرم. من نمیتونستم همزمان هم یک شوهر باشم هم یک موسیقیدان، نمیتونستم هر دو تا دنیا رو مدیریت کنم، مجبور شدم که از همسرم جدا بشم. همینجوری داشتن صحبت میکردن که تونی طبق معمول گشنش میشه، نگه میداره و میگه که تو ایالت کنتاکی باشیم و مرغ سوخاری امتحان نکنیم، بذار برم یه سطل بگیرم بخوریم. بعد با اینکه عجله هم داشتن ولی نگه میداره، میره یه سطل مرغ سوخاری میگیره، داشتن تو راه میخوردن. بعد هی به دکترم تعارف میکنه، میگه تو هم بخور و اینا. بعد دکترم خیلی با وسواس شروع میکنه به خوردن. بعد میگه خب استخوناشو چیکار کنی؟ بعد تونی میگه نگاه کن من پرت میکنم از شیشه بیرون، تو هم مثلا همین کارو بکن. بعد دکترم که میدیده این کار برای محیط زیست ضرر نداره استخونا رو پرت میکرده بیرون. ولی وقتی که تونی لیوان نوشابه‌شو پرت میکنه دکتر عصبانی میشه، میگه برو عقب لیوانو بردار، این کار به محیط زیست صدمه میزنه و مجبور میکنه که برگردن و لیوانو بردارن. میرن به یک مسافرخونه که مخصوص سیاه‌پوستا بوده. دکتر اونجا با وسایلش پیاده میکنه و خود تونی میره به یک هتل. اونجا استراحت میکرده، پیتزا میخورده، عکس همسرش رو نگاه میکرده. حوصله‌اش سر رفته بوده، میخواسته یه بخشایی از کتاب سبز رو بخونه و اون سنگی که گفتم رو تظاهر کرده که پس داده ولی پس نداده و سنگی هم همراهش بوده، میخواسته بده به همسرش. داشته شروع کرده که کتاب سبز رو بخونه که همون موقع اتاقش در میزنه، میره بیرون و میبینه که جورج اومده و جورج میگفتش که دکتر توی دردسر افتاده، توی یک بار دارن میزننش، لطفاً بیا نجاتش بده. و اینا با عجله میرن سمت بار، میبینن که چند تا سفید پوست گردن کلفت قلدر دکتر رو حسابی زدن و دارن تحقیرش میکنن. میگن این حیوانو کی اجازه داده از قفس بیاد بیرون؟ این کت شلوار کیو دزدیده تنش کرده؟ بعد تونی میگه که لطفاً اون آقا رو ولش کنیم، اجازه بدیم بیاد سمت من تا هیچ مشکلی پیش نیاد. و اونا میگن نه ما به موهای اسکاجی این نیاز داریم واسه شستن ظرفا، تو حالا چرا انقدر نگرانی؟ بعد تونی میگه که لطفاً بذاریم بیاد وگرنه من با اسلحه‌ام بهتون شلیک میکنم. بعد اونا هم چاقو در میارن و صاحب بارم که خودش که تفنگ دلول داشته میگه همتون از بار من بریم بیرون، من نمیخوام اینجا قتل اتفاق بیفته. اونا همشون میرن بیرون و دکتر که حالش خیلی خوب نبوده داشته تلو تلو میخورده. بعد تونی میگه مثل این که نمیدونی ما الان کجاییم، تو نمیتونی بدون من یه دقیقه اینجا دووم بیاری، اگه من نرسیده بودم اونا میخواستن چیکارت کنن؟ بعد دکتر عذرخواهی میکنه، میگه آره راست میگی من نباید میرفتم به اون بار. بعد میپرسه میگه تو واقعا تفنگ داری؟ بعد تونی میگه که نه الکی جلو اونا یه چیزی گفتم که ولت کنن. فردا شبش دکتر اجرا میکنه، خیلی عالی بوده، همه تشویقش میکنن و بعد راه میافتن برن سمت کارولینای شمالی که توی راه مشکلی برای ماشینشون پیش میاد، توی جاده میزنن کنار و تونی داشته نگاهی به ماشین مینداخته. دکتر پیاده میشه، اطرافو نگاه میکنه و میبینه که توی مزرعه روبرو یه چند تا زن و مرد سیاه‌پوست دارن تو آفتاب کشاورزی میکنن، کار میکنن و دکتر فقط نگاهشون میکنه.
و این به نظر من یک مرز بین دو گروه سیاه‌پوستی که به یه جایگاهی رسیده و سیاه‌پوستایی که همچنان دارن کار میکنن. میرسن به کارولینای شمالی. اونجا با احترام دکتر رو توی یک عمارت معرفی میکنن و خدمه اونجا همه سیاه‌پوست بودن و اون خدمه ازشون پذیرایی میکنن. شام با احترام سرو میشه و همه چی خوب بوده تا اینکه دکتر میخواسته بره توالت و صاحبخونه میاد جلوش رو میگیره، میگه که ببخشید شما نمیتونین از این توالت استفاده کنین، تشریف ببرین تو حیاط. و دکتر نگاه میکنه میبینه یک توالت خراب درب و داغون تو حیاطه که بعد بره از اون استفاده کنه. بعد دکتر با احترام میگه که من ترجیح میدم برگردم به مسافرخونه و بعد باز دوباره بیام اینجا اجرا کنم. بعد صاحبخونه میگه هر جور راحتی، به هر حال نمیتونی از این توالت اینجا استفاده کنی. بعد دکتر میگه اشکال نداره، نیم ساعته میرم و برمیگردم. بعدش با تونی سوار ماشین میشن که برن. تو راه که داشتن سمت مسافرخونه میرفتن، تونی میگه چرا تو جنگل کار تو انجام نمیدی که وقتمون گرفته نشه؟ و دکتر میگه این کار حیواناست، من یک انسانم، نمیتونم تو جنگل همچین کاری انجام بدم. بعد تونی میگه حالا چرا دست من ناراحتی؟ مگه من قوانین جنوب آمریکا رو تصویب میکنم آخه؟ بعد هیچی نمیگن، کارشون که تمام میشه دوباره برمیگردن به عمارت. دکتر اجراشو انجام میده، همه تشویقش میکنن، بعدش با همه دست میداده، بهش تبریک میگفتن، صحبت میکرد و اینا. بعد تونی که داشته نگاش میکرده به جورج و اولگ میگه این چجوری میتونه دوباره برگرده تو همین خونه اجرا کنه بعد از اون بی‌احترامی که بهش کردن. بعد اولگ میگه که تو هنوز دکتر رو نشناختی، اون خودش خواسته که بیاد توی شهرهای جنوب اجرا کنه، وگرنه اگه همون نیویورک یا شهرهای شمالی میموندیم، حتی اگه تو پارک میرفت اجرا میکرد پول بیشتری میگرفت، بیشتر هم بهش احترام میذاشتن. این خواسته خود دکتره. روز بعدش تونی داشته نامه مینوشته که دکتر نامه رو میخونه، میگه که این مزخرف محض، این چیه میخوای برای همسرت بفرستی؟ این چیزی که من بهت میگم و بنویس. بعد میگه که همسر قشنگم، دوری از تو داره روح منو در هم خورد میکنه. عاشق تو شدن آسون ترین کاری بود که انجام دادم. تو به زیبایی مغزارهای آمریکایی میمونی. از این جور جملات میگه بنویس. بعد میگه که از این بعد یاد بگیر اینجوری نامه بنویسی و درست املا کنی. بعدن که اون نامه به دست همسرش میرسه خیلی خوشحال میشه، تحت تاثیر قرار میگیره. دکتر و تونی میرن به جورجیا که اونجا باز کنسرت داشتن. توی خیابون همونجوری قدم میزدن و خب مردم هم یکم بد به دکتر نگاه میکردن. هرچی به شهرهای جنوب آمریکا نزدیکتر میشه اتفاقات بدتری برای دکتر میفته، نجات پرستی مردم بیشتر میشه. داشتن تو خیابون قدم میزدن که تونی از یه ست کت شلوار خیلی خوشش میاد برای دکتر، میگه اینو برو بپوش، من مطمئنم این خیلی بهت میاد، خیلی برازندته. بعد با خوشحالی وارد مغازه میشن و کتو برمی‌داره میخواد بره پروف کنه. فروشنده میاد کتو از دست دکتر میگیره، میگه خودتون میخواین اینو بپوشین؟ میگه آره. میگه شما اصلا اجازه ندارین اینجا لباس پروف کنین، اگه قطعی این لباسو میخواین اندازه هاتون رو بگین میدم براتون بدوزن، ولی شما اصلا حق ندارین اینجا لباس بپوشین. بعد دکترم که ناراحت شده بوده هیچی نمیگه و از اون مغازه میاد بیرون. بعد شبش زنگ میزنن به تونی. تونی داشته استراحت میکرده، از اداره پلیس زنگ میزنن، میگن ما یک سیاه‌پوست منحرف بچه بازو به اسم شرلی، حالا دکتر دونالد شرلی هم نه، شرلی، به اسم شرلی دستگیر کردیم که میگه شما راننده‌شین، بیاین ببینین این اوضاعش چجوریه. تونی هم میره اداره پلیس و میبینه که 2 مرد دیگه و دکتر برهنه توی بازداشتگاهن با یه وضعیت خیلی خجالت آوریه و پلیس ها میگن ما این حیوانو از تو خیابون جمعش کردیم. بعد تونی میگه که بهشون رشوه میده، حالا به قول خودش هدیه، و میگه این مرد رو آزادش کنین، من میدونم شما نیروهای وظیفه شناس و زحمتکش پلیس هستین و مطمئنا اگه این مرد رو این بار آزادش کنیم اتفاقی برای شما نمیافته، ما مسافریم از اینجا داریم میریم. بعد بهشون پول میده با همون چرب زبونی و اینا دکتر رو میاره بیرون. بعد دکتر لباساشو میپوشه میاد بیرون و میگه که اون نام منو به ناحق گرفته بودن تو بازداشتگاه با آدمای خطرناک و تو بهشون جایزه دادی. بعد تونی میگه ببین وظیفه من اینه که تو رو به کنسرت هات برسونم، حالا اینکه چجوری آزادت میکنم و چجوری میرسونم دیگه روش کار منه، لااقل ازم ممنون باش که نجاتت دادم. بعدش دیگه هیچی نمیگن و بعد روز بعدش رو میافتن میرن به شهر منفیس توی ایالت تنسی. صورت دکتر به خاطر ضرب و شتم پلیسا یه مقدار زخمی و کبود شده بوده
بعد تونی میگه میخوای برم برات وسایل گیریم بگیرم که زخماتو بپوشونی توی کنسرت مشخص نشه؟ و دکتر میگه نه احتیاجی نیست. وارد هتل که میخواستن بشن، تونی 2 تا دوستای ایتالیاییشو میبینه که میان جلو سلام و احوال پرسی میکنن و برای اینکه دکتر حرفاشون رو متوجه نشه به ایتالیایی با هم حرف میزدن. اون میگفتن که این بادمجون رو ول کن، بیا با ما کار کن، مطمئن باش هر چقدر این حقوق بهت میده ما 2 برابرش رو بهت میدیم دیگه، حیف تو نیست با این سیاه‌پوست کار میکنی. و تونی میگه که شب بیاین بار هتل، حالا صحبت میکنیم به توافق میرسیم. غمگین ترین سکانس فیلم سکانسی بوده که دکتر توی اتاقش با وسایل گیریم پودر ور داره میزنه به صورتش تا زخماشو بپوشونه و موقع کنسرت دیده نشه و همزمان یه قطره اشک از چشمش میاد پایین. بعد از اینکه زخمشو گیریم کرد میره جلو اتاق تونی وامیسته که تونی بیاد بیرون. بعد تونی میاد، دکتر میگه کجا میخواستی بری؟ اون میگه دارم میرم بار. و این بار دکتر به ایتالیایی بهش میگه که داری میری پیشنهاد دوستاتو قبول کنی. و تونی میگه که من فقط میخوام باشون صحبت کنم. و دکتر میگه که من حاضرم بهت ارتقای شغلی بدم و حقوقتو بیشتر کنم، من واقعا به یه کسی مثل تو نیاز دارم. بعد تونی میگه که ببین من باهات رو هفته $125 بستم و از کارم هم راضیم، ارتقا شغلی هم نمیخوام و الانم دارم میرم به دوستان بگم که باشون کار نمیکنم. من خیلی خوشحالم که با تو دارم همکاری میکنم. با دکتر میرم بار هتل و اونجا تونی ازش درباره مهارت موسیقیش میپرسه که از کجا یاد گرفته و دکتر میگه که مادرم بهم یاد داد چجوری پیانو بزنم و اولین اجرایی که توی شمال فلوریدا داشتم باعث شد که به عنوان اولین سیاه‌پوست توی مدرسه موسیقی پذیرفته بشم. اونجا بیشتر آموزش دیدم که چجوری موسیقی کلاسیک بتهوون و شوپن کار کنم. اما خب این شرکتایی که باشون قرارداد می‌بندن به من گفتن که مردم هیچ وقت حاضر نمیشن که یک سیاه‌پوست موسیقی اصیل کلاسیک و ارزشمند براشون بزنه، بهتره همون سبک پاپ و جاز خودمون رو اجرا کنم. بعدم تونی داشته نامه مینوشته واسه دیزی و طبق گفته‌های دکتر خیلی نامش رو قشنگ با جملات احساسی مینویسه و این باعث میشه که وقتی دیزی نامه رو میخونه اشک توی چشاش جمع بشه و انقدر خوشحال بشه که بره نامه رو برای همه بلند بخونه، همه فامیلشون توی نیویورک. و همینجوری تونی و دکتر به شهرهای مختلف مثل آرکانزاس میرفتن و وقتی که توی ترافیک میموندن مردم نگاهشون به ماشین اینا میافتاد و میدیدن که یک سفیدپوست راننده یک سیاه‌پوست، اونم با اون ماشین گرون قیمت، خیلی بد بهشون نگاه میکردن. ولی تونی با روش خاص خودش جواب همشون رو میداد. دکتر و گروهش تو ایالت‌های لوئیزیانا، میسیسیپی و چند تا جای دیگه هم اجرا داشتن. یه شب بارونی که توی جاده بودن، تو راه بودن، پلیس اونا رو نگه داشت و گفت اون سیاه رو از ماشین پیاده کنیم ببینیم اون چیه، یعنی ببینن که اون چه شخصیه. بعدش که پیاده شد کارتش رو چک کردن و بعد تونی گفتن که تو برای چی داری با این آدم کار میکنی، با این موجود کار میکنی؟ بعد اون گفتش من رانندشم و کارتش رو نشون داد. بعد اونا گفتن فامیلت چیه؟ گفت والالونگا، فامیل من ایتالیاییه، من یک ایتالیایی هستم. و پلیس پوزخند زد و گفت پس تعجبی نداره که داری برای اون کار میکنی، چون تو خودت هم یک نیمه سیاه‌پوستی با موهای چرب. و تونی که خیلی بهش برخورد زد تو گوش پلیس که اون یکی پلیس اسلحه رو در آورد و دوتاشون رو برد بازداشتگاه. و توی بازداشتگاه هرچی دکتر محترمانه خواهش میکرد که بذاریم با هم صحبت کنیم، هیچ جرمی صورت نگرفته. من نمیدونستم که نباید توی شهر شما بیام، چون که اون شهری که اونا بودن قانونش اینجوری بود که سیاه‌پوستا حق نداشتن بعد از غروب بیان بیرون و پلیسا بهش میگفتن که تو یک سیاه‌پوستی، واسه چی تو شهر ما اومدی؟ تو نهایتا روز اجازه داری بیای بیرون، تو نباید تو شهر ما باشی و صبر کنید تا تکلیفتون روشن کنیم. بعد اونم میگه که من به عنوان یک شهروند آمریکایی حق دارم که با وکیلم از اینجا تماس بگیرم. بعد رئیس پلیس که میبینه حرف پایینه میگه آره میتونی بیای بیرون یک تماسی بگیری. بعدشون میاد بیرون و مثلا زنگ میزنه به وکیلش و تماسش که تمام میشه دوباره برش میگردونن به سلول و چند دقیقه بعد یک تماس با رئیس پلیس اون کلانتری گرفته میشه و اون خیلی آشفته میشه، عصبانی میشه و میگه که اون دوتا رو آزادشون کنین. بعد اونا میگه برای چی آزادشون کنیم؟ میگه همین الان رئیس جمهور با من تماس گرفته و طبق قانون من حق ندارم اینو نگهش دارم اینجا. درسته شهر ما اینجوریه ولی این که هیچ آسیبی به ما نرسونده، باید آزادشون کنیم برن. و پلیسا خیلی حرسشون گرفته بوده ولی آزادشون میکنن.
توی راه که بودن تونی میپرسه، میگه تو با کی تماس گرفتی؟ و دکتر میگه که من با بابی اف کندی برادر رئیس جمهور تماس گرفتم و اونم گفت که اگه این 2 نفر رو آزاد نکنن گارد ملی میرن اونجا و همه پلیسا رو از کار برکنار میکنن. و به تونی گفتش که لطفاً سعی کن در این مواقع دعوا راه نندازی. من به هر حال یک سیاه‌پوستم و مجبورم هرچی اونا میگن گوش کنم، ولی وقتی تو دعوا راه میندازی من و تو رو با هم میندازن توی یک سلول، منی که هیچ کاری نکردم و تویی که دعوا راه انداختی. بعد تونی اعصابش خورد میشه، میگه ببین به مراتب من از تو سیاه‌پوست‌ترم، چون تو حداقل یه شهروند آمریکایی ولی من یک مهاجرم. تو خیلی پولداری، مرفه، بیدردی، همش داری کنسرت واسه آدمای پولدار میذاری، با بهترین ماشین مسافرت میکنی و خود من رانندتم و یه تخت پادشاهی داری، همچین دفتری داری، تو قصر زندگی میکنی، ولی من دارم توی برانکس زندگی میکنم با همه اعضای خانواده‌ام، با همه فامیلام و هممون داریم کار میکنیم که فقط از گرسنگی نمیریم. پس من از تو سیاه‌پوست‌تر محسوب میشم تو این کشور. و دکتر اعصابش خورد میشه، میگه بزن بغل، میخوام پیاده شم. و از ماشین پیاده میشه. تونی هم پیاده میشه که دکتر رو برگردونه داخل ماشین و دکتر زیر بارونا تو همون شب داد و بیداد میکرده که تو فکر میکنی اوضاع من خیلی خوبه، سفیدپوستا منو به چش یک سرگرمی، یک جعبه موسیقی میبینن و در ظاهر با هم خوبن، ولی تو دلشون آرزو میکنن که نسل من منقرض شه، من از روی زمین محو شم. سیاه‌پوستایی که میبینم هیچ کدوم با هم صمیمی نیستن، احوالپرسی نمیکنن، اصلا نگام نمیکنن. من هیچ خانواده‌ای ندارم، من تو تنهایی دارم از بین میرم. اگه من نه اونقدر سفیدپوستم که سفیدپوستا منو قبول کنن، اگه نه اونقدر سیاه‌پوستم که تو جمع سیاه‌پوستا راه داشته باشم، اگه نه اونقدر مردم که بتونم هیچ زنی رو به خودم جلب کنم، پس من چی هستم؟ من برای چی تو این دنیا آفریده شدم؟ به نظر من این سکانس هم خیلی غمگین بود. خلاصه میگذره و میرسن به آخرین تور توی ایالت آلاباما، شهر بیرمنگام. مسئول هماهنگی اون هتلی که اونجا اجرا داشتن میاد و بهشون جای پارک افتخاری میده و یه اتاق گیری من به دکتر میده و میگه که 1 ساعت تا کنسرت وقت داریم. بعدش دکتر توی همون اتاق لباس عوض میکنه و به جورج و اولگ و تونی میگه برین تو رستوران یه چیزی سفارش بدین تا منم بیام شام بخوریم بعدم اجرا کنیم. بعد وقتی که میخواد اون 3 نفر میرن تو رستوران میشینن. بعد وقتی که دکتر میخواد وارد رستوران بشه، مسئولش میگه که شما اجازه ندارین اینجا غذا بخورین، این قانون رستوران ماست که یک سیاه‌پوست حق نداره اینجا غذا بخوره، میتونین بریم بیرون یا حتی تو همون اتاقتون براتون غذا بیارین، ولی داخل رستوران اجازه ندارین بیاین. بعد تونی که از دور میبینه این مشکلی پیش اومده میاد و میگه که این آقا ستاره نمایش امشب 1 ساعت دیگه قراره برای همین مردم برنامه اجرا کنه، چجوری اجازه نداره تو رستورانتون بیاد؟ بعد اونم میگه دیگه این قانونه، این چیزی نیست که ما تعیین کرده باشیم. و به تونی پول میدن، میگن که لطفا این دکتر رو راضی کن که بره بیرون یه چیزی بخوره، اینجا واقعا اجازه نداره، الان وقتتون داره میگذره. و تونی هم که اعصابش به هم میریزه میگه که من همچین کاری نمی کنم و میاد به دکتر میگه و دکتر میگه که اگه تونی ازم بخواد میرم بیرون چیزی میخورم. بعد اونا میگن که و تونی میگه که نه، من میگم همینجا بمون و از حقت دفاع کن. بعد اونا میگن که اصلا همتون بریم بیرون، من اصلا نمیخوام شما اینجا اجرا کنید. کلی هم بهشون فوش میدن و دکترم لج میکنه، میگه من اینجا دیگه اجرا نمیکنم و میره. و میرن به همون باری که اون سرپیش خدمت آدرس داده بود، با تونی میرن اونجا. اون بار مخصوص سیاه‌پوستا بوده و وارد میشن و میشینن. بار وومن که خودش یک زن سیاه‌پوست بوده به دکتر نگاه میکنه، میگه که خوش‌طبع، تو با این سر و وضع شغلت چیه؟ بعد تونی میگه که این آقا بهترین نوازنده پیانو توی دنیاست. بعد خانم خوشحال میشه، میگه که ما امشب جایگاه پیانومون خالیه، برامون میری یکم بنوازی؟ بعد دکتر نگاه میکنه، میبینه یک پیانوی خیلی ساده روی سن اونجاست و چند تا نوازنده سیاه‌پوست دیگه هم هستن، دارن موسیقی جاز میزنن، همه خوشحالن. بعد میره میشینه، یکم میزنه، همه تشویقش میکنن، میفهمن که این واقعا چیزی بلده. بعد با ریتم بقیه هماهنگ میشه، خیلی عالی اجرا میکنن و شب خیلی خوبی دارن و غذای خوبی هم سفارش میدن و میخورن. بعدن که از اونجا میومدن بیرون، دکتر میگه که اگه الان راه بیافتیم میتونیم تا کریسمس به نیویورک برسیم. بعد تونی 2 تا مزاحم پشت ماشین میبینه، اسلحه‌شو در میاره، تیر هوایی میزنه، اون 2 تا مزاحم فرار میکنن میرن. و دکتر میگه من میدونستم تو اسلحه داری. گفتی ندارم، میدونستم داری.
توی راه بودن، یه شب برفی بوده و به صخره داشتن رانندگی میکردن و کم هم نگران بودن که دکتر به تونی میگه که اون سنگ شانس تو بذار روی داشبورد که برامون موفقیت ایجاد کنه و زودتر برسیم. بعد تونی میگه میدونستی خیلی آدم بدجنسی هستی. همینجوری که داشتن ادامه میدادن ماشین خیلی بد حرکت میکرده، پلیس نگهشون میداره و اینا همینجوری ترسیده برمیگردن، فکر کنن که نکنه باز میخوان اینا رو بگیرن که پلیس بهشون میگه که لاستیکتون پنچر شده. اونا میان پایین لاستیک ماشین رو عوض میکنن، درست میکنن و وقتی میخوان راه بیفتن پلیس بهشون میگه کریسمستون مبارک و اونا هم تبریک میگن و راه میفتن میرن. اون برف خیلی شدید بوده ولی به هر سختی بوده داشتن رانندگی میکردن. اول دکتر خوابش میبره، تونی رانندگی میکنه و دکتر بیدار میشه، میگه بذار من بشینم پشت فرمون. اون میشینه و تونی میاد عقب میخوابه، خیلی خسته بوده و به راهشون ادامه میدن. همزمان توی خونه تونی همه دور هم جمع بودن، اعضای خانواده‌اش غذای کریسمس رو درست کرده بودن، شاد بودن، خوشوبش میکردن و دکتر تونی رو میرسونه به خونهشون، بیدارش میکنه، میگه برو کریسمس رو به خانوادت بگذرون. بعد اونم میگه خب بیا داخل آشنا شیم با همینا. بعد دکتر میگه که کریسمست مبارک و میره. بعد دکتر میره به قصر خودش و سرپیش خدمتش هم مرخص میکنه، میگه تو هم کریسمس برو پیش خانوادت و خودش تنها بوده. بعد تونی که داشته غذا میخورد و صحبت میکرد و اینا به برادر خانومش میگه که اون ساعت رو برام پس گرفتی؟ بعد اون میگه که آره شد $70 رو بده. بعد تونی میگه مگه قرار نبود $60 بهش پس بدم؟ بعد برادر زنش میگه تو فکر کردی من مجانی کار میکنم؟ $10 مزد کار خودمه و پولو بهش میده. بعد براشون مهمون میاد، مهمونا که وارد میشن تونی در باز میکنه و میبینه که پشت سر مهمونا دکتر واسطاده و دکتر رو میبره داخل و همه خیلی متعجب اول نگاش میکردن و سکوت شکل گرفته بوده تا اینکه خود دکتر میگه کریسمستون مبارک باشه و اونا همه شاد میشن، خوشحال میشن، میگن جا برای دکتر باز کنید و دکتر میخواد بره بشینه. همون موقع دیزی از آشپزخونه میاد بیرون. دکتر دیزی رو میبینه و میگه که شما باید دیزی باشین، همسر تونی، درسته؟ خیلی ممنونم که 2 ماه اجازه دادین همسرتون با من کار کنه. بعد دیزی هم میاد دکتر رو بغل میکنه و میگه که خیلی ممنونم که توی نوشتن نامه ها بهش کمک کردین. و پایان. فیلم گرین بوک بر اساس واقعیت ساخته شده و توی واقعیت دکتر با شرکت‌های مختلف کار کرد و تور کنسرت‌هاش رو ادامه داد و تونی بعد از اینکه بار دوباره باز شد برگشت همونجا کار کرد و در نهایت سرپیش خدمت شد، ولی دوستش رو با دکتر ادامه داد و دوستای خیلی صمیمی بودن و سال 2013 هر دوشون به فاصله چند ماه فوت کردن. سپاسگزارم که تا اینجای ویدیو همراه من بودین. اگه حرفی، نظری، انتقادی، پیشنهادی دارین توی کامنت ها برامون بنویسین. اگه از ویدیو خوشتون اومده میتونین لایکش کنین، برای دوستانتون هم ارسال کنین و با سابسکرایب کردن کانالم از من حمایت کنین. خیلی ممنونم، دوستتون دارم. خدا نگهدار.